سلام تماشابینان محترم. حادثه مدهشی که در مرکز سودای زیمنی ویشنی شهر کیمیرو رخ داد ما را نیز بی‌طرف نگذاشت. راستی از شنیدن این خبر و مرگ خصوصا کودکان شخصا مرا بسیار غمگین ساخت. شماره قربانیان تا حال معلوم نیست. برای تصور کنید بعضی آدمان حتی همه عائله‌شان را از دست دادند. خدا نشان ندهد. Погибла вся семья, сестренка, жена, 3 детей. Мне терять больше нечего, у меня нету смысла в жизни больше. ما به غم آنها شریک بودن خود را رسانده صبر جمیل به آنها خواهانیم. باعث افتخار برای ما قهرمانی 2 مهاجر که در سایت‌های اینترنتی آنها را تاجیک معرفی می‌کنند، آنها را نیز به شمایان معرفی می‌نماییم. فروشنده و نگهبان مرکز سودا فرزان و خورشید وقتی که می‌بینند که از آشیانه‌های بالا دودی غلیظ برآمده ایستاده است، تیز به یاری آدمان شتافته با زیاده از 50 نفر کمک رسانده آنها را به بیرون میبرند و به شخصانی که از ترس راه خود را گم کرده بودند تا آمدن نجات دهندگان آنها را راه خلاصی را نشان میدهند. این در حالتی بود که همه برای خلاصی جان خود مبارزه میبردند. آنها باشند جان خود را به خطر مانده برای خلاصی جان دیگران تلاش کردند. آنها را در کیمیرو قهرمان نام میبرند. ما باشیم از چنین هم ملتان خود فخر میکنیم.